اگر که از آنها نام هم نبرید حداقل گفتم میتونید که اونا مقامدار بودن یا چهره‌ای از مخالفین بودن، کیها بودن؟ نام هم که نبرید اونا در کدام سطح بودن؟ از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر وقتی که خب مخالفان همین رو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش. کارکنان امنیت بعد نوارهایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید. ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونها استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم، شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید. چی جایی مانع است اینجا اون چی هست؟ ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی، همین گپا رو نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی میگن بلاگرهای معروفی مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، وقتی که مینویسن که خاموش بودن تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم من برای کی دیگر بگویم؟ وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه‌مون رو رشد بخشیم. اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون یک نوار بحث برانگیزی که در آغاز من از آن یادآوری کردم میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقیدها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همینها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟ هدفایی که شما گفتید من می‌خواستم جامعه تحمل پذیر باشد دیگر شد، از اون دست کشیدید شما؟ به خاطر دست کشیدم که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم بعد همون نوار شما، بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقیت نداشت که او کارمند میلیسا است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودیلگی و حتی در همون بلاگی که من تشکیل کردم اساسا من پرابلم رو میگفتم خودم در جامعه با هم روبرو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما راه همون وایرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگویید. میگفتن خودتون نوار بگیرید و من همینجا یک بخش خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب ماندگی بودم در صفم. هر نواری که گفتم فرق نداره، از لحاظ قانون تحقیر و تهمت نباشد شما کنید، نوبسته با حتی اگر برابری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرامت بنویسید، ثبت کنید، به من روانگی، من در صفم میمونم. التماس خودتون کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواد که اصلا او یک روزنامه‌نگار گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ در زیر اگر من یک نوار میموندم اونجا نشون میداد که چند نفر تماشا کردن نوار رو، 1000 و 2000 و 10000 و 20000 تماشا کرد یک نوار رو از فیسبوک، اما لایک موندن و دیسلایک موندن 20 نفر 15 نفر 10. برای کدام مردم دیگر برنامه میکنی وقتی جرأت نداره اقلا پخش کنه که به من معقول نیست دیسلایک، یا که به من پسند و من همین لایک موندم؟ این چی؟ این که برای کدام ناموس، برای کدام وجدان این مردم دیگر آدم باید خودش رو پوشیدن است. من گفتم آشکارا میگویم، نواری که میکردم اگر زید منفعت‌های دولت میشد، مقامات قدرتی دعوت میکردن، زیر هر یک گپی گفتم جواب میگوید که برای چی این گفتی، دلیل چی است؟ من برای گپی خودم جوابگر بودم، جواب گفتم. تا امروز اکنون نمیدونم اونها هنوز دلا یا اینکه پرونده کردن و تا به یک روز مبادا را موندن یا نه نمیدونم، ولی همش است. شاید این سال در ذهن بسیار نفرانی که شما رو میشناسن باشد، ما دیگر عبدالستار پیر محمدزاده رو در شبکه‌های اجتماعی نمیبینیم. روزنامه‌نگاری به فکرم یک بیماری است. بیماری است که آن گمان است که تا جان در بدن است از وجود انسان بیرون شود، ولی به هر حال به خاطر آن که کسی را ناراحت نکنم، کسی را دل آزرده نکنم، به خاطر آن که بیچاره کارمندان امنیت، مقامات کارهای داخلی از کارشون نمانند، جنایتکاران را جستجو کنند، پرونده‌های حل نشده را حل کنند، هر یک نواری من را دیده و آنالیز نکنند و مخالفان هم از پای اندیشه‌های سیاسی خودشون شوند و فکر نکنند که این ژورنالیست جاسوس حکومت است و دیگر و دیگر. من با همین صحبت‌هایم را اکتفا میکنم تا اون وقتی که مردم جرأت پیدا کنند خودشون از گفتن پرابلم مشکلات خودشون نهراسند. من هرگز نمیترسم، اگر کسی مراجعت کند برایش کمک میرسونم الحمدلله، ولی تا اون زمان من
یک مسافرکش در خدی راجع فقط نترسید، من کنید بنشینید تا به جای در کاری میرسونم. تشکر زیاد که تشریف آورید به دفتر رادیوی آزادی و هم برای شما موفقیت میخوام. تشکر زیاد بیننده عزیز که تا آخر ما رو همراهی کردید.